فرشته راست و شیطان چپ امروز قراره منو کنترل کنم و بگن چیکار کنم چیکار نکنم. انتخاب منم است که اون کارو انجام بدم یا نه. حالا شده چیکار می‌کنی؟ داش کامنتامون رو لایک کنیم. ما به مخاطب اهمیت یعنی چی کامنتاتو لایک کنی؟ غرور داشته باشه کم. یعنی چی 270 خورده حساب داری؟ کامنت لایک می‌کنی بی بیرون از گوشو بذار کنار. دایرکت هیچکیو جواب نمیدی. تو آدمی اصلا غرور. تو آدم مغروری نیستم. 100 کی فالوور داری. جواب هیچ احد الناسیو که زیرته نباید بدی. تموم شد. رفاقت با مانیکسفید افشارتیک الیستری افشارتیک که خودتی اسکل. خودم جوابمو ندم. جواب خودت هم نده. چون اون محمد افشاری که سخاوت غرور رو بده کنار. چند نفر 270 که حساب دارن؟ خیلی از زیر منن. داداش چرا باید بهشون اهمیت بدم؟ داداش تو اگه وقت میذاشتی برای چنل خودت این همه کلاب نمیدادی میدونستی چقدر ویدیو کلاب نمیداد الان ویوش اینقدر نبودش. داداش این ماش فره به خاطر ماه فرش ماش نگاه. موام فره راست میگه. موش فره خیلی موش فره. کی گفته؟ کی ماش فره 270 که حساب داره؟ خدای حق با شیطان این سری. داداش تموم شد. ویوش قبل کلابش چه بود؟ این گوشی ویوش قبل کلابش چقدر بود؟ ویوش قبل کلابش اول چند که حساب داری؟ من مهم نیستم. اولین نفر خودت آنفالو من آنساب کن. دیگه اصلا تو ویدیوهات هم نمیام. نه دیدی چی شد تو ویدیو آدم نمیتونه بیاد. تو ویدیو تو هم نباید بیاد. نه دیگه من دارم بهش میگم بیا. نه چی؟ به خاطر منفعت خودم نمیگم. غرور یکی از بهترین چیزایی که الان این آقا میتونه داشته باشه. خودش من بگی یک سال ببینم وقتی کارگر بگیره باید داره مشترک بده. وقتی آدم استرس بده باید احترام بذاره. یعنی تا الان مغرور نبودم. بذار یه بار امتحانش کنم. تموم شد. یه پک بزنم. خوب نیستش. کامنت رو دیگه لایک نمی‌کنی. محمد خوب نیست. داداش تو الان یه دونه بذار کنج لبت بکش. محمد خوب نیست. داداش همه میگن یاروت سیگار میکشه هیچ کو نگاه نمیکنه. تکبر خوب نیست. داداش چرا غرور رو توی تک سیگار کشیده میبینی؟ کامنت ها لایک نمیشه، دایرکت ها جواب داده نمیشه. چون من کیری خفنی. به خدا من اگه کامنت های این ویدیو رو لایک کردم یکم غرور لازمه دیگه. الو محمد خوبی؟ امشب میتونم یه پیشت بخوابم آجی جا نداره این میشه. خونمون آره اوکی بده. بابا امشب بیکاری تو خونه. امشب بیکاری میتونی حرف بزنی. داداش حوصله لاشخور ندارم. راستشو بگو. داداش میخوام بپیچونم. چرا بپیچونیش؟ کامنت ها رو لایک نمی‌کنی. میخوای یارو رو راه بدی خونت بگو نیستم بگو بیمارستانم. تو اگه دروغ بگی مثلا اگه بگی بیمارستانم یا هر جا میگه چی شدم من میام پیشت نگران شدم هر دروغی بگی باید یه دروغ بگم تنگش نی. من دوست ندارم این آدم امشب بیاد خونمون. نمیخواد بهش دروغ بگو آقا امشب حال نمیکنم امشب میخوام تو تنهایی باشم امشب فلانجا دعوتم امشب با فلانی دیت دارم. نمیخواد بهش دروغ بگو. قبول میکنه یعنی؟ آره قبول نکنه یا بکنه تو راستش گردن میگیری؟ آره بابا داداش دروغ بگو ول کن بگو اصلا بگو یه شهر دیگه ام. پرشان حقیقتا حال نمیکنم باهات امشب بیای خونمون. دیگه گفتم راستشو بگم دیگه نپیچوندم خدایی. باشه اوکی درکت میکنم. آره نیستم هستم ولی دوست ندارم پیشم باشی. عشقی قربونت فعلا. چه خالی من. عشق چقدر ویو داری؟ باشه الان مغرور نباشم حالا تعریف از خود نباشه روزی 200 کی رو میخوری. خاک بر سرت. چرا؟ سرویس می چقدر ویو میخوره؟ چقدر؟ مثل میلیون. چند تا میلیونی داری؟ سرویس میلیونیه؟ سرویس می چند میلیون نفر میبیننش؟ داش خب یارو کارش خوبه. چیو کارش خوبه؟ یارو بیاد دو تا ویدیو سری فیلم تموم شد میلیون تموم شد. داش زحمت میکشه برای ویدیوهاش. حسود باش. حسودی کنم. داداش یارو داداش خدایی قبول داری مثل داداش کسی که زحمت میکشه استحقاق و استعمال و استفراغش هم نداره. استحقاق اینو داره که به ویو برسه. یعنی طرف هیچی میاد زحمتی رسما کشیده ویوش از این اون داره چند نفر دور هم جمع میکنه یه جای جمع میکنه دوربینا روشن خاموش هم شد. زحمت میکشه 1 میلیون ویو میکنه. 10 میلیون ویو 100 میلیون ویو حقشه داداش. چند نفر مثل سرویس داریم هیچی. فقط میکنه سرویس میتونه دیده بشه. داداش خرج میکنه. اگه یارو خرج میکرد شکلات درست نمیکرد. بدبخت بوده داداش. اگه خرج میکنه چرا داره از این راهها پول در میاره؟ یه آدم موفق از هر راهی پول در میاره. تو
چرا موفق نیست؟ چند میلیون ویو داره؟ عملا هیچ کاری حاجی نمیکنه. خدایی من هیچ وقت نمیتونم به مس سرویس حسادت کنم. بیا اینو به خارجی؟ آره بیا بریم رو ایرانی‌ها، شاید به ایرانی‌ها تونستم حسادت کنم. داداش الان خود همون نسخه ایرانیشو ببین. بنیامین ها شد. داداش اونم داره زحمت میکشه. ما داریم اینجا زحمت میکشیم. تو نمیدونی چه بلایی ما سر اومده. گل می‌خوری. یونی چند؟ خفه دیگه. چینی بوده میخواد. خب باشن. Do a bad things. Do good thing. Do bad things. Even. Suck. آره خدایی من میتونم به بنیامین حسودی کنم. چرا؟ یارو تو ایران چرا شده حسودی مس سرویس ایران. چرا خب باید حسودی کنی؟ خب چرا من نسخه ایرانی یه خارجی نباشم؟ تو هم بشو. 50 تو تا اگه یوتیوبر نتونی یه آورد. کاری بکنی مثل باید بیست. نتونی نکنی. 50 تا یوتیوبر باشد مثل 20. خب تو هم 50 نفر جمع کن. کاری نداره. نه دیگه داداش نمیتونم. مانیکسیت که اصلا مدیون رفیقاش افشار هم و علی. رپره. داداش یارو یه چیزی بلد بوده که اومده همچی آهنگای خونده. اصلا یوتیوبرها هیچی خیلی بلد الکی نیستن. معروف شدن. سلوا. همین سوی سلوا با باباش ویدیو از باباش ویو گرفت. داداش اونم همین زحمت میکشن. افشار موهاش فر نبود، هیچ گویی نبود. داداش افشارم نمیتونی بگی فقط به خاطر موهای فرش. افشار خلاقیت داشت، ویدیو ساخت، گو خور. زحمت کشید. گو خور. به خدا. به همه حسادت کن. اگه حسادت نکنی پولتو میخوره. من میگم نکن حاجی. برو اونور، برو ساید از اونور. اینا کم من برم با بابام ویدیو بگیرم. تو الان دو تا دوستت داری، تو لازم نیست به کسی حسادت کنی. لازم نیست لاس بزنی با خودت. تو با خودت میتونی حال کنی، با خودت میری بالا، خودت طبقه و پیشرفت کن. من لازم میگم نیست کسی حسادت کنی. به همین ماشین برلیانس هم حسادت کن. نه. خدا. تو خودت 206 واقعا داری اون داداش. ماشین از ماشین من گرون‌تره. داداش تو 200 یارو مواد فروش بوده اونو تونسته بخره. دوز بوده، باباش دوز بوده. 200 رو یه عالم چیز کردی، یه عالم اسپورت کردی، ماشین به یه خوشگلی مشکی، حسادت نمیخواد. حالا یکم گرونه، تو همونو میخری. این همه خرجش کردی. بعد اون ماشینش اتوماته، تو ماشین دنده. داداش آره تو دیگه کونم بازم- بارش کلا. بهش حسادت کن. اگه حسادت نکنی تو همین جایگاهی که هستی جلو خدا سجده کرد، تو نکردی. این چرا الان باید تو این وضع باشه؟ میدونی چرا؟ سخاوت یه ویژگیه که همیشه تو باید داشته باشی و نباید هیچ وقت غرور و تکبر داشته باشی. تکبیر. یعنی که اصلا یعنی الان بالاشی با این دست. سلام علیکم، خوب هستین؟ خسته نباشید. هر چی کار بد میتونی تو زندگیت انجام بده. کار خوب کنی. اولین نفری که دیدی بزن تو صورتت. سخاوت بابا یعنی شما فرشته شیطان منید. نباید به بقیه چیزی بگید. ما از اصلا طرف اونا تو شما داریم نمی‌بینن. میگیم. ما از طرف ما از تو طرف داریم تو میگیم. داریم میگیم. اونا دیدی هیچی نمیگفتن، نمیشنیدن. به کی میخوای حسودیت کنی؟ داش به همه هر کی از من بیش بالا تو رسما من خفنی دایرکت هیچ کی نگاه نمی‌کنی، به همه هم حسودی می‌کنی ولی اونا نمی‌فهمن تو حسودی می‌کنی. حسودم باختی، نتونستی جلوشو بگیری. همه رو داری میبازی. باشه. بلدی یا ساختی یا الان بریم به کی حسادت کنی؟ به همه. به این یارو. تو چی حسادت داره که دور بیرون می‌گیری سمت خودت؟ واقعا نمیتونم به تو اگه خودت با خودت حل می‌کردی دماغت عمل نمی‌کردی برو. تموم شد. رفیقای قدیمیت کجان؟ رفیقای قدیمیم رفیقای مدرسه. دیگه داداش فراموشش چرا می‌کردی. وفاداری نداری؟ تو همیشه باید همه جا وفاداری داشته باشی. نباید آدما رو ول کنی. تو وقتی به یه جایگاه میرسی نباید وفاداری تو چیز رفیقای کنی. قدیمی خودت پوشه. رفیقای قدیمی من همه‌شون باشون در ارتباطم. یه تکسی هست میگه رفیقای قدیمی لختمو دیدن. فوش بعدو میدن. اونمو میگه. حالا اتفاق ما رفتیم به دوستت، به مامان بابات، به من اگه تو رابطه باشم وفادارم، تو رابطه نیستم. رفیقات چی؟ به رفیقاتم وفادار هستی؟ آره دیگه. مثلا به تو وفادار بودم، میگفتم علی بیا ویدیو بگیریم. اوکی. اگه قرار به همه وفادار بشی پس وقتی که برای خودت میخوای بذاری پول چرا باید به من خودت برای بعضی وفادار بودم، اونا وفا نداشتن. خب وفا باز رو تو- کاش از تو سگ نباید- یاد میگرفتن که وفا دارد. بده بره. دیگه بی وفایی کرد و رفت. نمو. ببین من حاجی وفادار وفا شد. اون نه نباید اصلا. همیشه وفادار بود. ببین من واقعا. میگم چرا حاجی داداش؟ به وقت برای بعضی خودت چیزا نداری. نباید وفادار. داداش بود. فکر وقت میکنی برای خودت تو نمی‌تونی باید به مثلا تو به ماشینت باید وفادار باشی. 200 شد و حتی اگه ماشین دیگه گرفتی آره نباید آقا بفروشی. من به گوشیم وفادارم. آیفون 13 نمیرم این گوشیو بکنم 16 چون 13 داره واسم کار میکنه. نه. بهش الان دیگه وفادارم. بزن بشکن گوشیو فعلا وجود نداره. باید همیشه وفادار باشی. توی گربه قبلیت ندیدیم پس حالا یعقوب کو؟ یعقوب فرار میکرد. من به فکر یعقوب بودم. اگه دوستش واگذارش داشته کردم. تموم شد بهترین کارو کردی یعنی الان نه کارم درسته، تو هم باید تایید کنی کارمو. یعقوب فرار میکرد میرفت فیلم مریضی میگرفت، دادمش به یه خانومی که آپارتمان داره. تو باید مراقبش میبودی. مراقبش بودم. وفاداری یعنی اوکی تو اگه یه روز مثلا خانومت همسرت سرطان بگیره میندازش بره میده به یکی دیگه خیر مراقبش میمونی. من همیشه تو رابطه درستش وفادارم. میکنی فیکسش میکنی. من تو رابطه وفادارم. آقا دستش نزن آقا. من وفا رو هستم ولی فردا رو آره چرا؟ یه سری جا باید بی
وفا باشی. میگه بی وفایی کرد و رفت نمون. الان گربه جدیدتو بنده بره تمام شد. رو خدافظ. نه اونو دوستش دارم. آقا انقدر به گربه جدید وفادارم. اینجا نگاه کن. تو الان چرا هیچ وقت عکس منو بک‌گراندت نذاشتی؟ عکس منو چرا من مثلا اینطور نمیتونستم من بگیریم مثلا عکس من؟ این خودش حسوده. آقا ریدی وفاداری واقعا چیزی نبود منو مجاب کنی انجامش بدم چون وفادار هستم تا یه حدی. پس بچه‌ها یکی از بچه‌ها ببین همیشه راست بگو. همیشه آدم خوبی باش. ببین بزن فوش بده. اصلا قزوینیای طور نیستن. قزوینی‌ها آدمای خوبی ان. اصلا خوب نیستش این کارا رو بکنی. حاجی واقعا اگه فرشه چپ راست وجود داشت سخت بود سر و کله خیلی آدم خوبی هستی. بین این دوتا کدوم انتخاب می‌کنی؟ یکیشو سریع انتخاب کن یکیشون انتخاب کن. و ما خدا کیه؟ صداقت، عشق، مهربونی، دختر دوستی، پارتی شباش. چقدر انتخابش سخته. ما ببین دوستی و مهربونی چی کار داریم کنی؟ اینا کیان اینا کیان؟ احمق خر. اینا کیان؟ من دل دارم بعضی وقتا دوست دارم داداش اینا کیان؟ نباید ببینی. تو این همه فالوور داری، این همه دختر توی فالووراته، تو تلگرامت پاشو یه عکس بذار بگو نون و پنیر و کیوی دخترا بیان به پیوی. داداش یه عکس رگ، یه عکس لختتو بذار. عکس اصلا نامحرم نباید تو رو ببینه. هیچ دختری نباید نگاه کن. تیکه از بدن تو ببینه. نباید تیکه از بدن تو ببینه. نکن دیگه. فکر کنی دختر باید این کارو کنه؟ چقدر راست میکنه؟ راست به راه راست میری؟ نه اصلا خوب نیستش. راست میگه. نه من راست میدم. من الان تو راستم دارم این اصلا حرفا رو یه بهش لحظه اینجوری میزنم. کرد من فهمیدم راست میگه. دارم میگم تو الان عکس یه رگی دسته بذار اینطوری. خدای میان. داداش بگو عکس قدی بفرستین پیوی. نکو نفرست. 136,000 تا ممبر تلگرام داره. حداقل 40,000 تاش دختره. دخترا نه. عکس پات این کارا رو نکن. نه الان بذار یه عکس باشگاهی پیدا میکنم میذاریم. حاجی محمد یه عکسی بذار بگو اگه برای دیدن ادامه این عکس بیای تو اتاقم بکشونشون اتاق. نه دیگه در این حدم نه. نه این کار زشته. این کار زشته. نه 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 نه. لعنت بر تو. بسم الله الرحمن الرحیم. گیر تو کونت علی. حرف زشت نزن. حرف بد نه. بی‌ادب نباش. گیر تو کونت علی. همینو یه بار دیگه بگو. ولی مهربون. کلم درد گرفت حاجی. آفرین کلم درد گرفت حاجی. خیلی بهتر از تو شونته. خودت گفت من دارم میگم که نگو اینو. نگو اینو. پلیس مبارزه با مواد پلیس؟ مخدر. خیلی پولیسی. رگادو فقط باید پارتنرت ببینه. رگادو فقط ندارم باید با این پارتنر گیر بیارم. محمد همزمان با 8 تا دختر چت میکنه. همزمان نباید با چند نفر. میتونی 10 تا دختر انتخاب کنی. چی بنویسم زیر عکسم؟ چای چند؟ نه. سلام به همه جز پسرا. آی ماست بخوریم. نه نه نه. نه محمد خوب نیست. سلام به همه مخصوصا دخترا. بوج‌های من کیان؟ نه اینم نذار. سلام یه عکس قدی بفرستید برام. او این خوبه. نه این خوبه. نه هیچی. نه این خوبه. گفت بنویس سلام عکس قدی بفرستید. نه سلام یه عکس قدی بفرستید برام. آخه اینجوری پسرا میفرستن. آفرین اصلا پسر بفرسته. پسر خوبه. هر کی دختره عکس قدی بده. سلام از این من دیدم همیشه پیرمردا زیر پستا چی میذارن همیشه هم جوابه. عکس زبون. چی شد دلت خواست؟ سلام خانم میتونم. نه پیرمردا جا فاصله نقطه میذارن. میدونستی؟ چون نمیدونم فاصله چیه. سلام عزیزان نقطه. این کارو نکو. من یک دوست دختر نکو. میخواهم. رگ هم دارم. قلب. ایموجی زبون. نه تو بخش سومه. زید جوره. نه خوب نیستی کار. دو تا هم برام. یه دونه میدم به تو. ایول برو بفرست. ببین بعد چیه کنترل خشم. من مواد دوباره زدم. روزاده. کم زدم. کنترل خشم. میدونی نباید نه تو توی موقعیتا باید چیکار کنی؟ اصلا نباید چیز بکنی. باید بگی که آره ببین فرشته خشمم نیستش. خب ماشم کمم زدم که یه وقت عصبانی نشه. خب داش من دفعه قبلی هم خشممو کنترل کردم نیومدم مثلا. نه خب نه دیگه. دقیقاً الان با همین کار کن. بزن محکم‌تر. بزن. موهای منو زدی تو کامنت ها اینجوریه که محمد افشاری
یه مو بود دیگه، چرا با علی بدر زدی؟ هم چیزی نه نه گفتن؟ بعدش یه سری که گفته بودن، یه سری که مثلا گفته بودن چرا زدی، یه سری گفته بودن که کسی زیاد به تو نپردازه. میدونی چرا؟ چون بعدش ما آشتی کردیم. خب واسه چی دوباره تکرار کنی؟ چون ببین می‌خواستم کنترل خشم تو به چیز بکنم. فوت کرده بکن، هر کی با خودش، هر کس مثل خودش. تو باید بگی علی جون فدا سرت. چرا فردا نداره؟ آها فردا پس فردام بزنه. میدونی چرا؟ کانال یوتیوب تو یوپا کنه. نه دیگه نه دیگه تو الان میگی عزیزم فدا سرت ولی دیگه تکرار نشه. تو اینو دفعه من نگفتی. تو نتونی خشم رو کنترل کنی یهو میزنی یکو میکشی. الان واقعا دوست دارم علیو بگیرم شم. نبات بکنی. نکش. موهاشو بزن. دیسیپلین. اینطوری می‌کنی؟ کظم غیظ. کظم قزبه. من باید خشممو کنترل کنم. آفرین. کار خوبیه. آفرین. الان بگو علی فدای سرت. موهاشو ببر. موهاشو ببر. دیدی؟ روز فوش دادم به اون کامنت ها دیگه. نه دیگه کظم غیظ. ببین کاری که می‌کنی رفع هیت. کظم غیظ نیست. کظم قزبه. من ویدیو نبود من تو رو خب پس بکن. یه جمله میتونی بگی پایان حرف با یه جمله قانم کن. درد یا لذتی که انجام میدی میمونه ولی افتخار یا شرمندگیش چرا؟ چی؟ اینی که علیه اینو چیز بکنی شرمندگیش میمونه بره. حاجی اینو دوست دارم، این بخش خوبیه ولی خیلی گرفت، یعنی سه تامون هم بخوایم بخوریم این زیاده. یعنی سه تام بخوریم. فقط تو قراره بخوری. نمیتونم داداش. باید اصلا بخوری. محمد افشار تو زندگیش یه دونه از اینام نخورد. باید پرخوری کنی. چرا؟ چون قوی شی. این چیه؟ انقدر کم خوردی انقدر لاغری. اینا رو یه تیکش رو یه مقدار نصف اینو میخوری، بقیه‌شو میدی به نیازمندان، بقیه‌شو میدی به مستضعف. آب میریزی با میکسر میکس میکنی میخوری. نه همین بسه تموم شد. همین رو میخوری. نه سرویس. بی شرف دیگه خفه شو دیگه. یه دونه بخور. بذار تا سیر بخور شم. دیگه. چی شه؟ خب یه دو تا دیگه بخور. دیگه لازم نیست هر چقدر همشو تا بخور. جایی که میتونی بخور. یه دونه اینه. دیگه یه دونه اینه. یه بال 1 کیلو باله. یه برگر میخور. برگر بخور. برگر نه چند تا با هم نخور، یه غذا بخور. همه رو دهنی کنم. شما الان شیطان فرشید نمیتونید بخورید. علی گوش ندی تو؟ چرا؟ نه این بچه غذا 3 نفر بود. میخوای اینجا من یه کار درست کنم؟ راستگویی. بچه ما این غذا رو قرار ستایی بخوریم، تو ویدیو قرار من بخورم. آفرین. خب چرا گفتی خب چه کار خوبی کردی. راستگویی داداش، باید با مخاطب صادق بود. آفرین چه کار خوبی کردی تو. آفرین. پرخوری ها واقعا نیستن، یعنی به اندازه هم که خوردم دل درد گرفتم. آخرین باری که به مامان بابات نیک کردی کی بود؟ امروز کردی؟ یه بار دیگه میای تو این حالت بمونی؟ باش. بیا دیگه. چرا میری؟ بیا. همینجا بیا. نه برعکس شد. امروز به مامانت گفتی دوستت دارم؟ حالا نگفتم. بابادو بوجی کردی؟ نه اصلا نمیشه. تا حالا بابادو اینطوری نمی‌بودی بوسش. حرمت پدر رو ها بابادو باید بوس کنی. آره نباید بری اینجوری کنی که نه نگفتم باش بگیر که 8 انگشت داره هر کدومش رو باید بوس کنی. بعد میری بتیشم مگه؟ داداش احترام داره. احترامش واجبه. ببین من که شیطانم خب میخوام جلوتو بگیرم ولی یه زنگ به بابات بزن. یعنی بابات به بابات میدی چی؟ زنگ به بابات چی میگی؟ بابا دوستت دارم. برو دادر. داره؟ احترامش واجبه. بله. سلام پدر جان، خوبی؟ کلاسیک. عشقی. زنگ زدم یه چیزی رو بهت بگم. بگو. دوستت دارم بابا. منم دوست دارم دیگه. عشقی. نوکرتم. به مامانم بگو دوستش دارم. خیلی دوستت دارم. آره دیگه مانم دوست. خیلی هست. دیگه گفتم بهتون بگم دیگه، تا حالا نگفته بودم. ممنون. بازم میشم عشقی. عشق. دست و پاتو میلیسم میبوسم. احترامش واجبه. چون گشادی ها واقعا هستیم اصلا، قبول داری؟ نه تو حالا باید بری یه دوش آب سرد بگیری تا صبح فقط کار کنی. دوش آب سرد. همینو بخوا.